سیب زمینی، پیاز، سیر، گوجه فرنگی و هویج رنده بشن. گوشت چرخ کرده به مواد رنده شده اضافه و مخلوط بشه. ادویه‌های نمک، فلفل زردچوبه، پودر دارچین و پودر سماق به همراه سبزی خشک نعنا و کنجد و تخم مرغ اضافه و مخلوط بشه. حالا مواد شامی یا همون کتلت حاضر آماده شده رو به ظرف مورد نظر حاوی روغن داغ به صورت لقمه‌ای قرار داده تا به مدت چند دقیقه سرخ بشه. بعد از چند دقیقه برگردونده بشه تا روی دیگر اون هم دوباره سرخ بشه. بعد از چند دقیقه شامی یا همون کتلت حاضر آماده است. برای کناری یا همون ساید شامی یا همون کتلت 2 تا گوجه فرنگی رو برش میدیم با روغنی که از سرخ شدن شامی باقی مونده و کمی نمک و زردچوبه به مدت حدودی 5 دقیقه تفت میدیم، چون گوجه فرنگی زود پخته و نرم میشه و از خامی در میاد. نوش جان.